این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای آبلنبویی که از ترس کرونا خودش رو قرنطینه کرد و در حالی که به تته پته افتاده بود با کلمات پس و پیش یه نمایش مسخره اجرا کرد و امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه انشالله. این روزها و با این بحران‌های زنجیره‌ای وضعیت عظما یه چیزی تو این مایه هست. شیخ بریم طبق معمول مشغول دروغ درمانیه و پرت و پلاهاش در رابطه با وضعیت نرمال نظام اینطوری تو فضای مجازی طنز میشه و انشالله ما با همکاری همدیگر از این مرحله حساس عبور خواهیم کرد به سلامتی و امیدواریم با کمترین مشکلات بتونیم از این مسئله‌ای که برای کشور ما و برای بسیاری از کشورهای دنیا پیش آمده همه انشالله عبور. حالا لابد میپرسید این شیخ فری چطوری میخواد از این مرحله عبور کنه؟ پاسخ رو از زبان این مشنگ بشنوید که تو قرن 21 این اراجیف رو به هم میبافه. من پا شدم اومدم هم تو مسجد هم تو جلسات خصوصی با همه روبوسی میکنیم، دیدار میکنیم، مرقد هم خدمت خانم خواهم رفت، همه جا میپیچیم، همه کاری هم میکنیم، به همه هم نشون میدیم که اینا داستانه، اینا میخوان دین ما رو از ما بگیرن، میخوان صدمه به ما بزنن. هیچ معنایی نداره این کاری که دارن انجام میدن. ما به این حرفا گوش نمیکنیم. بعد زمین چه بیماریه که اینقدر گندش کردین شما؟ کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. این هم شیوه شناخته شده آخوندا برای حل بحرانها. حالا بشنوید از تیوی ریش که تو این اوضاع و احوال دنبال سیاه‌بازی‌های همیشگی خودشه و خبرنگارش رو به صحنه آورده تا باهاش از این شوهای مسخره اجرا کنه. یعنی شما کرونا داری؟ من کرونا دارم. الانم تو قرنطینه هستی؟ الانم تو قرنطینه هستم. پس چرا اینقدر خندان خوب؟ انسان چه با امید زنده دیگه. ببینید کار آخوندا و سیستم مدیریت بحرانشون به کجا رسیده که مجری تیوی ریش هم اینطوری بهشون تیکه میندازه. ساعت کار ادارات شما کاهش دادید، مگر ویروس ساعت کار میشناسه؟ مثلا میگه من 8 تا 1 نمیام، از 1 به بعد میام. این چه تأثیری داره توی کنترل؟ فاصله حرف تا عمل مهرهای نظام رو در این ویدئوی گویا ببینید. پایان یک توصیه بهداشتی میکنم، خواهشاً دست دادن و مسافر کردن خودداری فرمایید. به برکت صلواتی بر محمد و بر خود واجب میدونم به عنوان اصحاب رسانه 2 مورد رو عرض کنم. خلاصه این که واکنش این جماعت در برابر گسترش ویروس کرونا بی‌شباهت به واکنش این بابا نیست. در حالی که عبا و عمامه آخوندا
در حال به فنا رفتنه، این جوجه طلبه اومده تا از دستاوردهای نظامش بگه و اون چنان خالی میبنده که سقف میاد پایین. به نظر بنده بزرگترین نقطه قوت انقلاب اسلامی فراهم کردن زمینه برای پرورش انسان تراز دوره آخرالزمان است. حالا این شما و این تصویری از آخوندهای تراز دوره آخرالزمانی که جنگ و دعواشون به جایی رسیده که توی یه مسجد با 2 امام جماعت نماز میخونن، یعنی نماز رو هم جنایی کردن. در دین فروشی این جماعت همین بس که با این همه ادعا این قانون واضح اسلامی رو نمیدونن که توی یه مسجد نمیشه با 2 امام نماز خوند. سمی الله لمن حمده الله اکبر. آقا به شما رفت؟ الله اکبر الله اکبر. این تصویر این روزا تو فضای مجازی همینطوری دست به دست میشه و یه تصویری از وضعیت آخوندا تو ایران امروز رو ارائه میده. در آخر این بخش ختم کلام رو از زبان این مادر هموطن بشنوید که با 2 بیت شعر پنبه خمینی و آخوندهای باقی مونده از اون رو میزنه. اصلا اینو به صورت بلند برو بابا، صدا بلند. مغول بکشت و سکندر بسوخت و عرب غارت کرد، نکرد آنچه که ملا هر 3 یک جا کرد. ضربه هایی که در ماهای اخیر به ملاج عظما وارد شده پاسدار قاسمی رو حسابی گیج کرده و آمپرش رو بالا برده. بشنگستان این هفته رو با جدیدترین بال زدنای این پاسدار جوشی شروع میکنیم. سر FATF کثیفم که توی اونجا مبانی تروریست رو میگه اونجوری که ما تعریف میکنیم تو باید تعریف کنی. قاسم سلیمانی قبل از اینکه شهید بشه این نبویان اومد گفت آقا رسما این یعنی این که باید قاسم ها رو تحویل بدیم. مشروعیت قائل شدن برای کشتارش. به خاطر همین وزیر خارجه 40مین روز خون قاسم خشک نشده در مصاحبه با اشپیگل برگشت گفت حاضریم مذاکره کنیم. باز هم کار به نماینده های مجلس ندارم، کار حتی به رسایی و زارعی که گریه کرد اونجا و اینا گفت خدایا نباید این امضا اتفاق بیفته ندارم. مرگ بر خودم که نتونستم جیگر نکردم 4 لیتر بنزین رو خودم بریزم جلوی در مجلس خودم رو به آتیش بکشم. معلومه که رفتن اسم آخوندا تو لیست FATF یه چنین بلایی سر این پاسدار در آورده. این هم وضعیت درام پاسدار عباسی بعد از جراحی مجلس نظام توسط عظما و پخش و پلا شدن اصلاح طلبای قلابی. در پیکره اصلاح طلبا لیبرال ها یک مرد وجود داشت صداش تو مجلس شبیه صدای سلطنت طلب و صدای منافقات و صدای رژیم صهیونیستی و پومپئو در کاخ سفید نبود. شما به مردانگی خودتون شک کنید. این پاسدار حواسش نیست که وقتی اینطوری با باند رقیب شاخ به شاخ میشه وضعیتش مثل این ماشین حامل رنگ میشه که رانندش یعنی عظما رو کاملا زرد میکنه. حالا بشنوید از این جوجه تئوریسین هراسون نظام که با یادآوری خاطره لیبی دل بسیجی‌ها رو خالی میکنه و برنامه آخوندا رو اینطوری بربلا میکنه. لیبی هسته‌ای داشت، بهش گفتن آها بیا اینجا ببینم هسته‌ای تو باید بگی. مذاکرات بذار من میخوام هسته‌ای بمونم، نه تو نباید باشی. مذاکرات تمام دار و ندار هسته‌ایشو سوار کشتی کرد فرستاد آمریکا. هسته‌ایشو گرفتن. بعد گفتن نه تحریما ادامه داره.
تو سر ماجرای لاکربی یه دونه هواپیما از ما زدی، یه بمبگذاری سقوط هواپیما بوده، این کار شما بوده. تحریم. با تحریم آرام آرام جون لیبی رو گرفتن. فشار اقتصادی که زیاد شد مردمش ریختن تو خیابون. این همه مرز، این کشور، اینا دارن آتیش میگیرن چرا ما نمیتونیم ایران رو بریزیم به هم به خاطر امنیتش. میگن باید اینا رو هم این کارو کرد. بله، طوفان در راهه و این بسیجی‌ها بهتر از همه میدونن که چه بلایی سرشون بیاد. در آخر توجه شما رو به قطعه کوتاهی جلب می‌کنیم که به نوعی آموزش شستشوی دست برای مقابله با کرونا است. منتها این آموزش با موسیقی و شیرینکاری همراه شده.